از این لحاظ همیشه الله را ما سپاسگزاری میکنیم که خدای مهربان که همین قال الله و قال رسول الله را از همین محفل های ما دور نگرداند و در زیر سایه این مردم ما باقی مانند و گوش اندازند و با همین عقیده دینی به وایه رسند و با همین عقیده دنیا را پدرود بدن تا به سبب این گفتگی هاشون با در اون عالم هم خوبی ها شاملشون شود. برادر عزیز و گرامی، من حدیثی را که خواستم برای شما گویم راویش حضرت حذیفه ابن یمانیه. جناب امام طبرانی، جناب امام دیلمی، ولی بینین در قطار جناب امام بخاری و امام مسلم و نسائی و ماجه و ابو داود و ترمیزی 6 تا سیهای سیته میگیم. این 6 کتابی که من نام بردم برادر عزیز که بسیاری همین فقهای ما و شما، علمای ما و شما دلیل هاشون از همون قرآن و از همین کتاب ها استدلال کردن و برای ما و شما بگیم یک چیزی که تیار گذاشتن. الله رحمتشون کنه که ماها امروز دیگر از همون پیروی کنیم و خداوند سپاسگزاری کنیم، در حقشون دعا کنیم. باز به مانند این با ما مثال نفرهای دیگر هم داریم. ابن ابی دنیا هم داریم، جناب امام حاکم هم داریم. این مثال بیم خودی مسند امام احمد حنبل هم هست، خودی مسند امام ابو حنیفه هم هست، از خودی مثال طبرانی هم هست، دیلمی هم هست. و الحمدلله خیلی و خیلی مقصد نفرهایی هستن که جمع آوری حدیث کردن. الله خیرشون بده، زحمت کشیدن، مهنت کردن. و هم گفتی صاحبای کتاب که در اینجا کار علیکم زمان لا یکون فیه شیء اعز من ثلاث. حضرت حذیفه برادرای عزیز اینها صاحبه های سیر بودند. حضرت چند نفری را انتخاب کردگی بود که خاص سیرهای داشت که با اینها میگفت. از جمله حضرت انس هم داخل بود، حضرت فاطمه دخترشون هم بود که بعضی چیزهایی بود که با اینها میگفت دیگر کس نمیگفت. همین حضرت حذیفه یکی از صاحبهای همون سیر هست، ولی همین هم یکی از همون سیرهایی هست که حضرت گفته بودن. چی گفتن؟ گفتن که بر بالای امتون زمانی میآید که لا یکون فیه شیء اعز من ثلاث. 3 چیزی بسیار بسیار عزیزی هستند، خیلی چیزهای عزیزی هستند و افسوس که دیگر در بین امتون از این 3 چیز دیگر باقی نمیماند. این 3 چیزی که شاید گویم حل کننده حتی در عبادت هامون یا در حیاتمون باشد، ولی بخشش کمتر نمیشه. انا ولی همین 3 چیز در بین امتون باقی نمیمونه. ولی در شرح همین حدیث دیدم عزیزای خدا گفتن اگر همین 3 چیز در بین امت نمان، از پشت زمین بودند در شکم زمین باشن بهتر است. بعد حضرت حذیفه گفتن یکم پیامبر گفتن که
درهم حلال. یکم چیزی که امتی من دیگه شاید پیدا کردن نتانند انمین مبلغی حلاله، پول حلال، درآمد حلال یا لقمه حلال بگیم. بسیار مقصد مشکل میشه در بین امتون. شاید البته مثال نفری که دعوی امتی داره او همیشه حرکت شمیه که هیچگاه مقصد من دستم به سوی حرام نروه، هیچگاه در شکم من لقمه از حرام داخل نشود. شما دیدین که حتی شنیدین که جناب ابوبکر صدیق وقتی که یک لقمه را که از خادمش بگیم از خدمتگارش که در دوره جاهلیتش ولی اسلام نآوردنش که کسب فالبینی میکرد و از همون زمان یک کس از او قرضدار بود و به همون پول یک تکه نان خرید آورد. ابوبکر صدیق وقتی همون را خورد بعدا فهمید که درآمد این نان از همون پول فالبینی بوده است. این برای همون را بیرون کردن صاحبای حتی همون حکایه بگیم صاحبای همون تاریخ میگن گفتنش که حضرت آخو یک لقمه بود اون میده خودش میده گرسنه آخو رفته چسبیده او را دیگه برآوردنش قینه. توصیهش میدادن آب بخور، آب میخوره میگردونه نمیگرده، دست شبیه اندازه میگردونه نمیگرده. گفتن حضرت بسیار زحمت دادیخته. گفت قسم به خدا اگر قطعی همین لقمه جانم که ببرای من راضی هم، جانم که ببرای، زیرا که من شنیدم از پیامبر شنیدم که من نبت من الحرام فنار اولا بهی. هر کسی که اگر نشع و نماش، هر کسی را بگیم امروز جلوش، هر کسی را که امروز مثال بگیم بسیار وقتی خوشش اگر ای حرام باشه او ارزنده آتش جهنم داره. من نمیخوام گفت من در زیر این حدیث داخل شم. برای همین برادرای عزیز اولی بسیاری برادران ما را زنگ میزنند آخر عجیب نمازخوانی ها شده، آخر نماز میخواند ولی تمام کارهایی که هیچ ناممکنه انجامش داده است. حال اون که ما مثال در حدیث های از پیامبر نازنین ما، در آیت های از قرآن که حتی همین سوره لقمان هم یا ایها الذین آمنو کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا اومد. ولی در تفسیر همین را نگاه کنین میگه بینین پیش از عمل صالح، پیش از عبادت خداوند اول لقمه را گذاشت. اول گو لقمه را حلال کن بعد مرا عبادت کن. لیکن امروز در این چیز بین اهمیت برای همین نیست. اهمیت در این نیست. مقصد همین نماز شما خونه تمام دیگر هر بدبختی که باشد کردم فکر میکنه که تمام همین نماز هست همش حل شد. نمیداند که این نماز هم به خودش قاعده داره، قانون داره. اگر نمازی که ترا ایرای حرام بر نگردانید آیا این چه خیل نمازه، این چه خیل پذیرفته می شود؟ یک نفری را دید پیامبر در درون نماز که با لباسش بازی میکرد، با گوشش بازی میکرد، با دستش گفت اگر این انسان قلبش از خدا میترسید در درون نماز آرام میگرفت که بازی نمیکرد. ولی بازی در درون نماز پیامبر اینقدر مقصد مذمت کرد که این را دلش از خدا نمیترسه. این بازی کردن به اهمیتش در درون نماز هم میگفت. کجا وقتی که باز ما از بیرون نماز به این کردارهای زیشت و شومی که ماها مثال داریم. از این لحاظ برادرای عزیز ما سخن حضرت عبدالله بچه حضرت عمر رضی الله عنه میگو که لو صلیتم حتی تکونوا کالحنایا و صمتم حتی تکونوا کالاوتار ما تقبل ذلك منکم
الا بورع حاجز. اگر شما گفتن برادرای عزیز شب و روز اگر نماز خوانین، اون نماز خوانین که شیری که همین روز بعضی برادرها بیماری گریجه دارن میانکاشون خم شیده، تو اگر ای نماز خوانی اگر میانت خم شوه و از جهت روزه داشتن اینقدر روزه گرفته که مثل ریسمان باریک شده. حضرت عمر ابی نمیگه که اینها خوش به حالات، نمیگه که مادامی که تو از عبادت که به این احوال آمده خوش به حالات، میگه که اینها پیش الله مهربان هیچ ارزش ندارن تا زمانی که تو از حرام پرهیز نکنی. هیچ ارزش ندارن. میگه مرا میانم ای نماز خم شیدگی از روزه بسیار تمامی بگیم گوشت و پوست در تنم نمونده، این مردک میگه هیچ ارزش نداره تو اگر ایرای حلال با پروردگارت نزدیک میشه. میگه من لم یبالی من این اکتسب المال لم یبالی الله من این ادخله النار. پیامبر ابی چی میگه؟ اگر تو در پیدا کردن درآمد پروایی نداری، تاره قاقه حلاله حرام چیزی باشد پیش آمد خوش آمد، اگر تو همچنان باشی بی پروا باشی، چی گفت؟ لم یبالی الله، خدا هم در انداختن تو در جهنم بی پرواه. چیزی که خود بی پروایی الله هم بی پروایی را تو در جهنمش میپرته. یکم چیزی که گفت امتی من ای دست میته لقمه حلال برادران. ولی بینین شاید به بعضی وقتا خودمان به خودمانم آخه یک ایستاده و خیلی آدمی برای چی مثال در حدیث ها آمده است که 1 ساعت انسان اگر تفکر کند، تفکر میستی و اندیشه میکنی، پیش نظرت بسیار چیزها را میاری، فکر میکنی، عقل کار میفرمانی، میگه بهتر است از 1000 رکعتی که نفل تو ادا میکنی 1 ساعت بیست اندیشه که فکر که. مثل که ممکن من بیستم فکر کنم بگو آخی من چند دعاها 1 سال شد میکنم چرا قبول نمیشه؟ چرا قبول نمیشه دعای من بسیار چیزا از خداوند خواستم آخی. من چی بهبودی ها خواستم، در سجده هم گفتم، و در قیام هم گفتم، در رمضان هم گفتم، و در هر سحری پاره قرآن خواندن هم گفتم، چی من قبول نشیدم؟ و موضوعاش هم موضوعای معقول، از موضوعای قبول استفاده کردم، چرا نشیدم؟ انسان باید برد. حضرت سعد ابن ابی وقاص حضرت گفت، حضرت جان گفت یک خواهش دارم. چی خواهش داری؟ گفت همین دعا کن که همین الله را که فریاد زدم به فریادم برسه، الله را که خواهش کردم خواهش ما ببراره، دعا ما قبول کنه، این که خواهش دارم. حضرت اخشان دعا کردن و بعد چی گفتن؟ گفتن اتی به حلقه. سعد گفتن همین حلق در تازه نگه بدار، لقمه را حلال کن، انشاءالله همین دسته که برداشتی حالا پایان نشیده حاصل میشه. لیکن حدیث مشهور هم داریم با رجل یطیل السفر اشعث اغبر. بین میگه یک مرد در بعضی متنها حج عمره هر دوش آمد، در بعضی متنها نامده. میگه یک مرد سفری بسیار درازی داشت، دراز، مرادش هم حج بود. اشعث اغبر، اینقدر پیاده بیچاره رفت تماما خسته شید. ولی علی خان دودن ما میگه که همین کسری
گاگو میومم شما خوندن هم میتونستم این بیچاره ای پیاده روی افگار شده همین مرده که پیامبر نقل کیسته افگار شد میگه پیش خانه کعبه در رسید اغبر همه سر رو همه پری خاک پری چنگ بعد میگه یمد یدی یا فیقول یا ربی دستکاش برداشت میگه همین الله را زاره کرد مطعمه حرام ملبسه حرام و غذی بالحرام میگه میدونی که هیچ خیلی آدم های همین مرده که همین قم مهنت کرد ای گفت همین میشیشت دستش دست سرخونش که دراز میکرد در چیزی که میرسید همه شایره حرام بودن خنفیت همه قفه ای پول حرامه نان همه قفه ای پول حرامه میوه همه خره پول همش پول حرام لباسکار همه پوشه همه ای پول حرام شکنبکای فرزندو همه ای پول حرام بعد پیامبر چی گفت فانا یستجاب لذالک آیا این گمان میکنه که دعاش خدا قبول کرد بین مهنت طبیعی زحمت طبیعی بود هیچ یکم چیزی که میره لقمه حلال برادر عزیز دو اخین یستأنس بی دویم چیزی که گوی بین امت میره رفیق های جانی ای بین میره رفیق جانی دیگر نمیمانه پیامبر ما گفت لا تصاحب الا مؤمن ولا یأکل طعامک الا تقی هرگاهی که دادن ما سراجدین خواهد که کسی را طعام بده میگن نفر طعام بده که صاحب همین طعام بشناسه و هرگاهی که با کسی پیامبر گفت دوستی میکنین بینه که ایمان داره یا نداره مؤمن هست یا نه انا همون دوست هایی که گویم عنوان مؤمنی دارن پیامبر گفت زمانی میشود که اینها باقی نمیمانند گفت شاعر دوستان این زمانه مثل گل انارند از دور خوش نمایند نزدیک بوی ندارند رنگ همی گل انارند دیگه هیچ هم رنگ بار داره بود یکی هیچ یگان بوی نداره یگان مزه نداره یگان اعتمادی هم نداره خدا رحمت کنه حاتم یاسم شاگرد شقیق بود میگه وقتی استادش گفت حضرت تو 30 سال شی در پیش من میخوانی گفت بله گفت چی آموختی من وقتی که وای بیان کرد گفت من پایه حیات زندگی ما و برنامه بگیم همین دنیای ما در بالای 6 پایه گذاشتم یک تاش همین بود گفت دیدم که مردم رفیق بازی میکنن رفیق دارن بعد پیش رفیقشون میان روزی دیل میکنن این رفیقش میره روزی دیل ایره تا دیگرها میگه میشه همه جا آوازه این بیچاره رفیقش ای گپی گفتگیش پشیمان خجالت شرمنده برای همین گفت من رفیق نگرفتم حضرت من رفیق عملی صالح را گرفتم عملی صالح را برای خودم رفیق گرفتم زیرا عملی صالح بسیار اعتماد دارد دنیا دهم انشالله برای من خیره وقتی که من را قبر دم میپرسن پهلوم دای وقتی پول سیرات میگذارم در قطیمه وقتی نامه اعمال میخوانم قطیمه آیا گفتی بهترین دوست این نیست حضرت رومی گفت بشوی ای خردمند از دوست دست که با دشمنانت بود هم نشست اگر آن دوستی که با اگر قطعی دشمنات بشینه او را گفت دوست نگو ای او خیال دوست مقصد چیکار که دست بشو دوستی که با دشمنای تو بشینه او دوستای شما نیست ولی سینا را دیدین که در بیمارخانه بدرین با دشمن من چو دوست بسیار نشست با دوست نبایدم دیگر بار نشست پرهیز از آن شکر که با زهر آمیخت بگریز از آن مگس که با مار نشست
جناب سینا گفته است. خلاص برادر عزیز دویم چیزی که میرفته است چی بوده؟ دوستای جانی. دوستای جانی دیگر نمیمانده. سیوم چیزی که از بین امت میرود او سنت یعمل بها، سنتی که برادر عزیز از من ایو ولی امتان پایبند سنتان دیگر نمی شود. چیزی که در وقتش حریص بودن. این حضرت عمر وقتی از دنیا میگذشت یک جوانی نمیرنگ دادن ما سیراجدین واری درآمد گفت حضرت ها زیارت کنم. یا زیارت کرد میگه برآمدن دمید با از درش بیرون شیدن ده میگه حالش خیلی نگران بود. خیلی گشت گفت سیراجدین پاچه تا بلند کن. نگاه کده میگه سیراجدین میگه من از در بیرون شیدم که آواز بلند شد که عمر گذشت. در یک لحظه اندکر با چی بود برادر عزیز؟ این دلالت به سنت میکرد. بچم یکی از سنت مقصد دور نماند. ابوبکر صدیق از دنیا میگذشت. عایشه مادر من گفت که اگه شما نازش بدین چه خیر کردن حضرت، مرا حیاتم به سنت بود، میخوام ممات من به سنت شوم. گفت همون مسواک گرفت و دندانکا شمالید و به رفیق اعلی پیوست شد. گفت خیلی بیار، گفت همون چی را؟ همون مسواک بیار. مسواک آوردن. گفت من یکی در دهن ملایم کرد. در دهن ملایم که گفت تو فرزندی مایی. دهنکش را ملایم کرد. حضرت ابوبکر صدیق آخرا آن لحظه حیاتشم با سنت موافق کرد دنیا را پدرود. همین برادر عزیز این سه چیزی بود که پیامبر گرامی گفتن زمانی میشد که از امتان از بینشان میرود. اگر اینا در بین امت من نماند از پشت زمین دیده زیر زمین برای امت من بهتره. زیرا که دیگر حیاتشم یا عبادتشم دیگر رنگ ندارد، دیگر مزه ندارد، دیگر گوییم پیش خداوند اعتبار و قبولیت ندارد. خدای مهربان ثواب این پند و نصیحت هم بر روح پدر رسانی و خدا روحش شاد کنی و قبرش پرنور کنی و باقی مانده فرزنده را توفیق و هدایت و الله مهربان اجر این نشستامون و اجر این پند و نصیحت ها را در نامه اعمال همه ما و شما خدای مهربان نویسانده گردان. آمین یا رب العالمین. برکت شما